شما به هم‌مسیر گوش میکنید. سلام، حالت خوبه؟ سلام عزیز برادر. سلام علیکم. سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام. سلام علیکم هم‌مسیرا. امروز کدوم طرف تشریف میبرین؟ هر سمتی برید چند دقیقه هم‌مسیریم. هر سمتی ها. تو جاده، تنهایی پیاده، به سمت محل کار، تو اتوبوس، تو قطار، از کار به خونه، از اتاق خواب به آشپزخونه، اصلا حتی اگه تو خیالتونم سیر و سیاحت میکنین، ما هم‌مسیریم. میگی نه؟ بفرمایید. آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید. آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید، آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید. به سلامتی، به سلامتی هم‌مسیرای همدل، اوناشون که با معرفتن، اونا که هم حرفاتو میشنون هم صحبتن، به سلامتی راهایی که میرسن، چه دور چه نزدیک، به سلامتی راههای هموار، چه پهن چه باریک، به سلامتی مسیرهای آباد، چالوس، سیسنگان، عباس‌آباد، به سلامتی آشنایی‌های جدید، به سلامتی من و شما، ما، به سلامتی رفاقتایی که اصل، به سلامتی پلا که مایه وصل. برای خواب معصومانه عشق کمک کن بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازیم، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازیم، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن. ای شبگرد عاشق، تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردرگری بود، غریبگی نکن با حقیق من، تن شکستتو بسپار به دسته نوازش های دسته عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن. حالا که تا اینجا رو قدم رنج فرمودین هم‌مسیر شدین، صدای یک کسی رو که تقریباً همه میشناسید گوش بدین تا عرض کنم. و او خوب که به راه‌های تو در تو نگاه کرد، حکایت آدمی را دید که در راه یگانه حیات از ابد به ازل راه می سپارد و در دل آن راه معنایی می جوید
و در بیکران هستی هر یک راهی بود پیچ در پیچ، گاه رها شده در هیچ و گاه خطی ممتد که پایانش باغ و سایه سار درخت و چشم آبی بود در سنگلاخ. شناختید دیگه، آقای کیارستمی بزرگ و البته فقید، فیلمساز، نقاش، شاعر، عکاس، خلاصه همه اینا که درباره راه و مسیر صحبت میکردن روی فیلم مستندی به اسم جاده های کیارستمی. یعنی همون چیزی که بنده اول کار عرض کردم، آقای کیارستمی با کلاس و های لولشو گفتن، یه جوری که اصلا میشه گذاشت جلو مهمون. حالا جالب ترش اینه که تولد پادکست ما با تولد آقای کیارستمی همزمان شده. علاوه بر آقای کیارستمی چند نفر دیگه هم ظرف همین امروز فردا تولدشونه که میشناسین. امروز آقای مصطفی رحمان دوست، شاعر کودکان هم دنیا اومدن. شعر بسیار زیبای من یار مهربانم و حتما یادتون هست دیگه، دوم دبستان میخوندیم، حفظ میکردیم. اون سروده آقای رحمان دوست نیست. اینو چون معمولا اشتباه میکنن خواستم متذکر بشم. اون شعر سروده آقای عباس یمینی شریفه، ولی یکی از بسیار شعرهای زیبای آقای رحمان دوست که همه بلدن، همه ها، شعر زیبای اناره. 100 دانه یاقوت دسته به دسته. و البته فردا سارا خانم ناینی هم تولدشونه که اگه صدای ما رو میشنون خیلی تبریک عرض میکنم. اگه شما هم صداشون رو دوست دارید با ما گوش کنید. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه. این از تو شکستن نیست، این اوج احساسه. وقتی همه چی اینجا بیرنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه. از شوق تو سرشارم، با یاد تو آوازم. پیدا شو که دنیامو با دست تو می سازم. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. وقتی تو ازم دوری، هر لحظه چه بیرحمه. تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه. تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما. جادو کن و پیدا شو.
جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من خیلی تشکر میکنم از اینکه هم مسیر شدین با من، از اینکه زمانتون و حس و حالتون رو تا اینجای کار با من شریک شدین. کلن من معتقدم خیلی باید تشکر کرد، جدا خیلی زیاد. اگه من سلبریتی چیزی بودم، حرف گوش کن اگه زیاد داشتم چند تا نهضت رو مینداختم. یکی از مهماشم میشد نهضت تشکر. چرا؟ چون از همدیگه کم تشکر میکنیم، کم قدر میدونیم. نه تنها که به زبون نمیاریم، بلکه گاهی تو دلمون هم حتی قدر لطف دیگران رو نمیدونیم. نمیدونیم مثلا اون آقایی که توی شلوغی بانک 2 دقیقه خودکارش رو بهمون قرض داد، به اندازه همون 2 دقیقه کارمون رو راه انداخته، حالمون رو بهتر کرده، ما رو نوازش کرده، یه جورایی نیاز ما رو به مهربونی تغذیه کرده، بنزه خودش، بنزه یه دیدار بی کلام گذرا. بیایید قدردان خوبی‌های دیگران در حق خودمون باشیم، بیشتر تشکر کنیم. مثل خانم ریحانه که من ازشون خواستم از یه نفر تشکر کنن، از یه کسی که توی یه موقعیت خاص یه محبتی کرده و این محبت انقدر به جا و به اندازه بوده که توی خاطرش نقش بسته باشه. توی دبیرستان که خودم پر از این درگیری ها و طوفان‌های ذهنی نوجوانی بودم، با یکی از دوستام شاهد اتفاقی بودم که من اونجا هیچ تقصیری نداشتم، ولی همیشه برام سوال بودش که الان من باید چی کار کنم، چرا من شاهد همچین موضوعی بودم و اصلا نمیتونستم اونو حل کنم. یه روز که خیلی به هم ریخته بودم و چند روز نتونسته بودم از این فکر بیام بیرون، از کلاس زدم بیرون، با اینکه خب من شاگرد اول کلاس بودم، مبصر کلاس بودم. هیچ کس از من انتظار نداشت که اون شاگرد اول و اون مبصر بیاد یه روزی تو حیاط مدرسه بشینه و کلاس عربی رو نصف ول کنه. و شروع کردم توی حیاط گریه کردن و یهو ناظم مدرسه‌مون که خیلی به ظاهر خانم مقتدری بود اومد پیشم نشست و اون لحظه فکر نمی کردم که یک روزی اون بشه امترین آدم زندگی من توی اون دوران. و اومد به من گفتش که چی شده، حتی ازم بهم نگفت حتی که برگرد تو کلاس یا دوام کنه یا بخواد مثلا تهدیدم کنه. و من نمیدونستم که اصلا باید بهش بگم یا نه، چون بالاخره ممکن بود اخراجم کنن، ممکن بود به درد سر بیفتن، به خانواده‌ام بگن. ولی نمیدونم چرا اون حس امنیتی که اون به من داد باعث شد که من تمام اون دغدغه هامو بهش بگم و اون هی نزدیک و نزدیکتر شد. یه جایی بغلم کرد، یه جایی آرومم کرد، اصلا قضاوتم نکرد اصلا. حتی بهم نگفت که درسته یا غلطه، گذاشت قشنگ بگم و قشنگ گوش کرد، یعنی واقعا گوش کرد. و وقتی که من دیگه حسابی آروم شدم چند تا نکته بهم گفت و گفتش که شاید این راه حل کمکت کنه و خیالت راحت بشه که اینا رو اصلا به خانوادت منتقل نمی‌کنم. و اونجا تمام اون طوفانا رفت و انگار آفتاب اومد، انگار اون ابرای سیاه همه کنار رفت و من تازه تونستم اون موضوع رو از یک زاویه دیگه ببینم. خب معمولا تو نوجوانی خیلی سخته از یه زاویه دیگه دیدن. حالا الان که خودم روانشناس کودکم، همیشه یاد اون لحظه میافتم که چجوری یه آدم امن میتونه برای یه آدم دیگه حکم شفا رو داشته باشه و
تمام سعیم رو الان میکنم که بتونم با اون تصویری که از نوجوانی، از اون خانوم، از اون ناظم با خودم آوردم، بتونم برای بچه هایی که لازم دارن شنیده بشن همونقدر امن باشم و بتونم وظیفه و مأموریتم رو در قبال اونا انجام بدم. خانم ناظم دبیرستان مهر روشن که الان متاسفانه اسمتونم یادم نمیاد، حدود سالهای 80 تا 82، من ریحانه هستم، ریحانه سیگارچی. خواستم ازتون بابت اون لحظه حضور و اون امنیتی که به هم دادین خیلی تشکر کنم و هیچ وقت اون لحظه رو تا آخر عمرم یادم نمیره. سالهای کودکی دل ز قصه دور بود، ماهی خیال من حوضش از بلور بود، یک درخت سبز بود زیر سقف آسمان، من به گاهواره‌ای گربه‌ای کنار آن، ناگهان شبی بلند از سرم عبور کرد، بند گاهواره را تا داد و دور کرد، خواب سبز کودکی زرد و غم انگیز شد، برگ ها چو ریختن شکل او پاییز شد. خسته را دست دست باد برد، قصه های خوب را مادرم ز یاد برد، سالها گذشته باز حوض خالی آب نیست، گاهواره‌ام کجاست خواب هست و تاب نیست. این کودکی و نوجوانی که ما پشت سر گذاشتیم سرشار از توصیه‌های کوچ‌های موفقیت و آسترولوژیستای کار کشته و اینا بوده، ولی شما گول عناوین و القاب و دکتر و استاد و نخور، اصل حرفو بچسب. نگاه نکن کی گفته، ببین چی گفته. اینه که الان نقدن در بخش سخن بزرگان به فرازهایی گوش کنید از سخنان گوهربار مستر محمد. قبول کنید حاجی، نسل داشتیم، هر افتاده ای رسید فقط ما رو نصیحت کرد. با بزرگ من 50 سالگی مرد، تو این 50 سال زندگی شیرین بهت بگم 30 سالش رو توی عشق و حال گذرون. 3 تا مغازه گرفت، 2 تا خونه عوض کرد، خونه دومی 200 خورده متر به غیر از حیاتش. کارش چی بود؟ اینجاش قشنگه. 1 سال گاو گوسفند داشت، 1 سال راننده مینیبوس بود برایش مخابرات، 1 سال هم چنار میکاشت دوریه کارخونه‌ای تکی، یعنی مثلا میرفت روزی 3 تا چنار میکاشت دوریه کارخونه. این تو 1 سال بوده. با همین کار این دیگه چیز دیگه ای نبود، مثل من نبود فوق لیسانس این مملکت باشه که با همین کارا
اون همه مال جمع کرد، تو 50 سالگی هم مرد. مشکل قلبی داشت، مرد مثل بقیه. اون یکی بابا بزرگم 80 سالگی مرد، اونم همین. اون ولی تو آخرش گاو و گوسفند داشت، خونه بزرگ، 2 زن داشت، 6 تا بچه داشت، تریاکی بود، قبرس رفت. آره بعد یارو میاد برامون نسخه میپیچه، تو تلاش نمیکنی، نباید بخوابی. بابا بیا برو در نگو. من بابا بزرگم اگه ساعت 9 صبح بیدارش میکردی فوش خوار مادر میداد بابا. خب همه بزرگانم که آب کشیده و وسواسی صحبت نمیکنن، بعضی روزام اعصابشون اینه که خیلی رکگو میشن، مثل امروز مستر محمد اسمیه که ایشون توی اینستاگرام روی خودش گذاشته. به هر حال شما جان کلامو بگیرید و سختم نگیرید. ما یه محمد دیگه هم داریم، البته که معروفه که میگن همه حتما یه رفیقی به اسم محمد دارن و همه به اون رفیقه میگن محمد. من به این رفیقم، به این محمد گفتم که اگه یه آهنگی بخوای از طریق پادکست ما به کسی تقدیم کنی، چه آهنگی رو به کی تقدیم میکنی؟ سر در جیب مراقبت فرو برد و در بحر تفکر مستغرق گشت و قرار شد بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیاره و نتیجه قایی رو به بنده اعلام کنه. فرداش توی واتساپ نوشت که مهندس شاد پخش کن. منم نوشتم که دقیقاً بگو چه آهنگی رو به کی تقدیم میکنی. نوشت که مرتضی پخش کن، تقدیم به ساکن طبقه 13. بگو محمد گفت تقدیم به ساکن طبقه 13 در اونور دریاها. نوشتم که مطمئن اینجوری میشناسه؟ نوشت شک نکن. پرسیدم که حالا چه آهنگی از مرتضی؟ نوشت عزیز. پرسیدم که چون برات عزیزه؟ نوشت نه، به خاطر فاصله ها، چون اون ور دنیاست، چون بینمون 100,000 تا کوه فاصله است. گفتم که خب این که غمگین شد، ترانه شاده. گفت نوع مواجهه مرتضی با مشکل اینجوری بوده. نوشتم حالا خودتو نکن، نوع مواجهه. البته لحن تو نوشته منتقل نمیشه ها، ولی اون خودش میدونست اینو باید چجوری بخونه. بعد اونم ایموجی خنده گذاشت، ولی من فهمیدم تو دلش نمیخنده و مطمئنم که اون میدونست و میدونه که رفیق از دل رفیق باخبره. بله محمد آقا، شما هم اگه میخواید آهنگی رو از طریق پادکست ما به کسی تقدیم کنید، به ما بگید. دلیلش هم البته بگید. به عنوان حسن ختام برای امروز، ضمن اینکه با همتون خداحافظی میکنم، با هم به آهنگ مرتضی برجسته گوش میدیم که محمد از تهران تقدیم کرده به ساکن طبقه 13 در اونور دریاها. فاصله رو بردار عزیز. میخوام این شبا که شبای دلتنگیه بشه شب دیدار عزیز. تو گلی و من خار عزیز، دلمو به دست دار عزیز. آه که دل
واسه شب دیدار عزیز. شکسته است دلم، بی نصیب و خسته است دلم، وقتی که دلم خون میشه زندگی زندون میشه. آره دیگه نابودتم، خسته تبالودتم، واسه دل بیمار من نشدی پرستار عزیز. تو گلی و من خار عزیز، دلمو به دستار عزیز. آخ که دل من تنگ شده واسه شب دیدار عزیز، واسه شب دیدار عزیز. میون ما 100,000 تا کو فاصله است، فاصله رو بردار عزیز. میخوام شبا که شبای دلتنگیه بشه شب دیدار عزیز. تو گلی و من خار عزیز، دلمو به دستار عزیز. آخ که دل من تنگ شده واسه شب دیدار عزیز. دستای تو گل خونمه، چشمای تو میخونمه. وقتی شب مستی گذشت دیگه همه هستی گذشت. منو با همین بی کسیم، با تموم دل واپسیم. تو این شب تاریک و تار به ستاره بسپار عزیز. تو گلی و من خار عزیز، دلمو به دستار عزیز. آخ که دل من تنگ شده واسه شب دیدار عزیز. تو گلی و من خار عزیز، دلمو به دستار عزیز. آخ که دل من تنگ شده واسه شب دیدار عزیز، واسه شب دیدار عزیز، واسه شب دیدار عزیز، واسه شب دیدار عزیز، واسه شب دیدار.